سلام خدمت همه فالوورای عزیز کاووک. امیدوارم حالتون خوب باشه. من باب صحبت‌هایی که همه دوستان خیرخواهانه در مورد برنامه‌های کاووک با ما در میون میذارن، سری نکات رو اومدم خدمتتون عرض بکنم، کوتاه و مختصر و مفید. کاووک اصلا قرار نیست در مورد مواضع سیاسی اقتصادی صحبت بکنه، چون معتقدیم که اگر بخوایم در این موارد صحبت بکنیم باید کسایی رو داشته باشیم که خیلی دقیق، حرفه‌ای و با نفوذ بتونن تمام این مواضع رو بررسی بکنن و یک محتوای درست و بدون جنجال رو در اختیار مخاطب قرار بدیم. بس ما از روز اول در فاز تولید اولیه برنامه کاوو برنامه‌های سیاسی اقتصادی اصلا نبود و قصدمون این بود که بتونیم یک محتوا تولید بکنیم، محتوایی که ارزش بصری داشته باشه، ارزش شنیداری خوب داشته باشه و در فاز برنامه تولید پادکست ارزش این رو داشته باشه که براش وقت بذارن و گوش بدن. همین اینها که گذشت، سعیمون برای این بود که محتوا بتونه به زندگی مردم کمک بکنه و اصلا محتوای سیاسی و اقتصادی نبود. یه کامنتی از یک از دوستان من دریافت کردم که هوشمندانه تذکری رو به ما داد. مثلا این نکته رو بگم که کاووک واقعا هدفش این نیست که مواضع سیاسی اقتصادی رو تحت شعار قرار بده. کاملا هدفش کمک به لایف استایل شخصی زندگی مردمه و همینجوری هم جلو میره. در فاز لایف استایل شخصی اصلا مواضع سیاسی اقتصادی براش اهمیتی نداره، مگر اینکه چیزی باشه که خود مردم خواستار حرف زدن در مورد. تا به اینجا هر چی که در موردش صحبت شد خواستار این بودن مردم که در موردش صحبت بشه، دوستانمون، اطرافیانمون و کسانی که باهاشون در ارتباط. امیدوارم روشن کرده باشم تا حدی و این نکته رو هم بگم که کاووک برنامه جدیدش رو با یک اتفاق جدید داره جلو میبره، یک برنامه دلی از تجربه زیسته یک آدمی که چند سالی هست با یک سری از آدم‌ها در ارتباطه که میتونه از لحاظ روانشناختی یک سری دیتاهای خوب بمونه. موفق و مؤید باشید.